سلام. سلام. امروز با شما هستیم با تست و بررسی خودروی مرسدس بنز W123 معروف بنز دانشجویی مدل 1982 و 1976. با ما همراه باشید. اوه عجب بنزی، نگاه رنگشو، یه جیگری. سلام. چطوری؟ علی خودتی؟ آره. ای دهنتو. سلام علی آقا. سلام علیکم. بنزیشو دوست داری؟ عالی. بوی آلمان میده. اصلا بوی بهشت میده. یه سوال، تو وضع مالی آنچنانی نداشتی؟ چی شد یهو بنز خریدی؟ یهو دکون دستگاه هم زدی؟ جونم برات بگه که علی آقا، دولت یه امکانی برای دانشجو قرار داده که میتونی شما بری آلمان واسه خودت ماشین وارد کنی بیاری ایران. بعد حالا اگه بخوای بفروشیش میتونی بفروشیش و با اون مبلغی که ازش به دست میاد بتونی هزینه مایحتاج زندگی و هزینه تحصیل تو بدی. حالا یه سوال، حالا میگم یه چیزی، این تو فقط میشه بنز آورد یا نه مثلا میشه بی ام و هم آورد، آودی هم آورد، پورش هم آورد؟ والا اون چی که من دیدم هم پورش آوردن، هم بنز آوردن، هم بی ام آوردن. ولی بیشتر بنز بوده. بیشتر بنز بود. آخه این اتاق تازه اومده 123. خودت خوشت نمیاد؟ یه ای کلاس خوشگل و صندلیای چرم و سانروف و چی میخوای از یه ماشین؟ ببین از اینجا تا شوش کاپوته. این ستاره که رو کاپوت میبینی این یه حس خوب میده. اینا رو ولش کن. الان پاشیم بریم کافه کوچینی، اون بلونده و دوستش باهاش اوکی کردن. بریم ببینیم. برو بریم که کوچینی و بلونده و دوستش همونطور که محضرتون عرض کردیم مرسدس بنز W123 از سال 1975 تا 1985 تولید شد. نمونه سدان اون توسط زنده‌یاد برونو ساکو طراحی شد و نمونه استیشن، کوپه و لیموزینش توسط فردریش گیگر طراحی و ساخته شد. با ما همراه باشید تا در ادامه بررسی های بیشتری رو از این خودرو به شما ارائه بدیم. خب جالبه بدونید اتاق W123 یکی از پرتیراژترین تولیدات مرسدس بنز بوده که نسبت به نسل قبلی خودش اتاق W114 و 115 معماری حدوداً 800,000 دستگاه بیشتر تولید شده. تعداد 2,696,915 دستگاه بنز دانشجویی تولید شده که از این سهم تعداد 2,397,514 دستگاه اون اختصاص داره به نسخه 4 در سدان که توی تصویر داریم و از اون تعداد حدود 99,884 دستگاه سهم کوپه، 199,517 دستگاه هم سهم نسخه استیشنه که البته نسخه آمبولانسش هم ما قدیم داشتیم. حالا تعداد لیموزینش رو شما با ما بگید. مرسدس بنز در همه مدل‌هاش بیش از 10 سال هر اتاق رو تولید نمی‌کرد. توی این اتاق هم از نیمه دهه 1980 به بعد اومد یک سری تغییرات رو تو خودرو اعمال کرد
تو بحث ظاهری و فنی و داخلش و اجزای تشکیل دهنده موتورش و فنیش اومد تغییراتی رو اعمال کرد که در ادامه این تغییرات رو به ریز براتون توضیح میدم. بذارید براتون از جلوی ماشین شروع کنم. هر دو نسخه ای که الان ما توی ویدیو داریم نسخه اروپایی اون هست و تفاوتش با نسخه آمریکایی اینه که سپر آمریکایی یه ذره بزرگتر، دوبلتر و خوشگلتر و زیباتر هست و پشتش هم یک فنر قوی داره که وقتی که ضربه به خودرو وارد میشه برای جلوگیری از آسیب به شاسی ضربه رو دفع میکنه. خب آقا میرسیم به بخش تفاوت‌های ظاهری 123. توی سری اول تویوتا 123 اگر چراغ جلو ما شروع کنیم، چراغ جلو دو تیکه است، یعنی مه شکن و بلوری اصلی خود چراغ با قاب داخل تفکیک شده است. اما توی نسخه فیسلیفت شده چراغ به صورت یک پارچه و پیوسته هستش. البته توی نسخه‌های سفارشی ما میتونیم برفاکن چراغ هم ببینیم که حالا این دو تا نسخه ما نداره. بعد از اون آقا میرسیم به رنگ بدنه. توی سری اول رنگ 123 رنگ روغنیه، اما توی نسخه فیسلیفت شده رنگ متالیک رو ما میتونیم سفارش داشته باشیم. خب آقا میرسیم به بخش عقبی 123. همونطور که نوید گفت توی قسمت جلویی سفارش آمریکا رو ما داشتیم توی سپرا، عقبم دقیقاً همینه، سپرای دوبل با جک و دیاق فنری. خب آقا نوشته 230 رو ما اینجا داریم. نوشته 230 اشاره به حجم موتور داره توی تمامی نسخه‌های بنز و اینکه نسخه موتور سفید ماست توی سری اول. اما توی نسخه فیسلیفت شده ببین آقا، تو نسخه فیسلیفت شده این ایه رو داریم به معنی انژکتور، حالا موتور مشکیه همین. بای بای. خب آقا توی دوتا پهلوی بنز دانشجویی ما هیچ تغییری و چه نسخه قبل فیسلیفت و چه نسخه بعد از فیسلیفت نداریم. بریم با هم دیگه داخل کابین این دوتا بنز هم ببینیم. در مورد امکانات رفاهی این خودرو می‌خواستیم براتون صحبت کنیم. این خودرو در کلاس اکونومی هست، خودرویی که مورد بررسی ماست. ولی در کل امکاناتی که داره، یکی قفل مرکزی پنوماتیکه. چرا پنوماتیک؟ چون اون زمان این پمپای قفل برقی نبوده، برای همین پنوماتیک بوده. اما خب جالبه که 4 تا در و در به صندوق با همین قفل پنوماتیک قفل میشه. امکانات دیگه ای که داره، کولر با امکان تنظیم دما هست که از دهه 1980 به بعد با قابلیت تنظیم دما هست و زیر اون مدل 1980 به صورت دیمری هست. همچنین بخاری دوال رو داره و سانروف به صورت دستی و به صورت برقی هست که روی این خودرو ارائه شده و همچنین امکاناتی که از قبیل 4 شیشه برقی یا 2 شیشه جلوی برقی و 2 شیشه عقب دستی این خودرو به بازار عرضه شده و ارائه شد. خب تو این مدل با اینکه مدل پایینه، چون سفارشی صندلی ما تمام چرمه، اما در کل مدل پایینا صندلیشون به این حالته که اطراف چرم وسط پارچه و تو مدل بالایی هم صندلیات تماما چرم مثل همین. و همچنین گل داشبورد این مدل پایینی ها با گل داشبورد مدل بالایی ها فرق داره. کلید فلاشر اونا هم اهرمیه یا اله کلنگی بهش میگن، مال اینا حالت فشاری هست. فرق دیگه ای توشون نمیشه مشاهده کرد. خب توی نمای داخلی 123 مدل 82 مون نسخه فیسلیفت شده، این رودری دقیقاً عین مدل 76 ما نسخه سفارشی هستش که البته در اصل میتونیم بگیم این برای این ماشین الگو درسته به استثنای نسخه سفارشیمون. خب داخل ماشین آپشن خیلی به خصوصی نداریم. ماشین توی دسته اکونومی اقتصادی حساب میشده. تو موزه است که مثل سنت بنز از پایین کشیده میشه و از بالا آزاد میشه. کلید چراغات طبق سنت بنز رو ما داریم، نور کوچیک، نور اصلی و چراغ پارک. توی این نسخه فیسلیفت شده ما صندلی پارچه و چرم داریم. در اصل از سال 80 به بعد میلادی برای 123 2 تریم تمام چرم و یا پارچه و چرم ما داشتیم که حالا مالک این ماشین به سلیقه خودشون پارچه و چرم انتخاب کرده بودن. خب توی داشبورد در ادامه آپشن‌ها ما کولر رو داریم روی این نسخه به خاطر موتور مشکی بودن و سفارشی بودنش. تنظیم ارتفاع چراغا که با حالت بادی به اصطلاح پنوماتیک و وکیوم کار میکنه. گرم کنه شیشه عقب
تنظیمات مربوط به دریچه‌ها، پخش، زیر سیگاری و همین. جنس سطح خود داشبورد نسبت به 123 نسخه قبلی ما یک کوچولو تفاوت‌هایی توی هاشور و جنس خود سطح چرم روی داشبورد دیده میشه. آقا دقت کنید این کیلومتر ماشینای کلاسیک چه کلاسترهای قشنگ و حس رانندگی و اصالت بهتری به شما میدن. کیلومتر کرونومتری، عقربه ها، همه چی یه حس جذاب رانندگی واقعی رو به شما میدن. خب توی کیلومتر 123 ما آمپر آب، نشانگر بنزین و روغن، سرعت، مقدار کارکرد و تریپ سفری که حالا برای راننده حالا میخواسته روغنش رو عوض کنه یا هر چیزی برای خودش نشانگر مثل اکثر ماشینای دیگه داشته باشه. چراغایی که پایین داریم چراغ ترمز دستی، اخطار لنت، برق دینام و نور بالا هستش. فقط یه نکته‌ای که هستش اینجا ما ساعت رو داریم. با توجه به اینکه این ماشین نسخه انژکتور هستش اما حالا به سفارشی که داشته دور موتور رو ما اینجا نداریم، اما خیلی از 123 های دیگه دور موتور رو هم دارن و ساعت به جای اینکه تمام صفحه باشه به گوشه پایین انتقال پیدا میکنه. فقط یه نکته خیلی جالب رو بگم که توی حالا بنزا بیشتر دیده میشه، عددهایی که ما روی کیلومتر داریم نشانگر حدی هستن که هر دنده به ما اجازه پر کردن رو میدن. برای مثال اگر دقت کنید خط اول نشون دهنده اینه که دنده یک ما نهایتا تا 51 کیلومتر میتونه سرعت بره و ماشین به مرحله کاتاف میرسه. دنده 2 83 کیلومتر، دنده 3 تقریبا 140 کیلومتر و دنده 4 به صورت اووردرایو و تاپ اسپید ما هستش. خوش اومدید به بخش فنی آیار تاپ اسپید. خیلی جالبه که خدمتتون بگم مرسدس بنز برای اولین بار اومد توی اتاق 123 کیلومتر 6 رقمی گذاشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیفرانسیل این ماشین جوری طراحی شده که تا 1 میلیون کیلومتر هم به هیچ عنوان خراب نمیشه. مرسدس روی این اتاق به هیچ عنوان هیچ دستور فنی برای تعمیر یا سرویس های دوره‌ای ندادش. خدمتتون توضیح بدم در مورد موتور. 2300 سی سی کاربراتور هستش با 105 اسب اصیل آلمانی. 2300 سی سی انژکتور با 136 اسب اصیل آلمانی که توی ویدئوی بعدی در مورد گیربکس های این ماشین بیشتر بهتون توضیح میدیم. آقا این ماشین موتورش نه تا حالا باز شده نه چیزی. صاحب ماشین روغن رو ریخته تو ماشین، بنزین عوض کرده، یه عمر داره ماشین استفاده میکنه. من نمیدونم آقا دنبال چی میگردی. علی دنبال چی میگردی واقعا؟ من دنبال این میگردم که چی چجوری بنزین عوض کنن؟ آقا موتور مشکی در کل ماشینیه که برای استفاده روزمره مناسب تره.
کولر میتونید بگیرید، برای زیر پا بهتره. موتور سفید ماشین کم استهلاک‌تریه، هزینه تعمیراتش به نسبت موتور مشکی کمتره. حالا اینکه شما کدوم انتخاب میکنید یه سلیقه خودتون. بیایم با هم بریم یه تست درایو خیلی کوچیک از این دوتا داشته باشیم. یه نکته‌ای هم بهتون بگیم که این دو نسخه هر دوتاشون سیستم اتوماتیک شد دارن توی گیربکسشون، هم 5 دنده جلو دارن، 1 دنده عقب و هم 4 دنده جلو 1 دنده عقب دارن. بیشتر اون 5 دنده برای استیشن ها به کار میرفته. برای بخش بعدی ما همراه باشید و همچنین شورت ویدیوهای پیجم دنبال کنید. نکات بسیار مهمی رو توش داره. با اجازه از همه دوستان، خدا نگهدار. خدا. تو باغ دل گل کردنه، آسون مشکل کردنه، من رو با عشق